جان هستم، یکی از کرندکارای کمپانی 77. ما 4-5 روز میشه که همینجا آمدیم به خاطر نصب این گادرها و بسیار خوشحال هستیم از اینکه به وطن خود خدمت میکنیم و بسیار خوشحال هستیم از اینکه به هموطنان خود یک سهولت ایجاد میکنیم که اینا گذر راحتی داشته باشند در دیگه. خیلی خوشبخت هستیم از اینکه کشور ما آباد شود. کارش ان شاء الله کلانیش تقریبا 21.5 متر میاد و وزن از این گادرها کار کدامش است تقریبا 25-26 تن میاد که ما اینا رو نصب کردیم با بسیار مقاومت بالایی که تقریبا تا 500 تن اینا کش میشه که بالای ازی که مقاومت خیلی بالایی داره دیگه. ان شاء الله تعالی با امید از این هستیم که وطن خود آباد بسازیم. مقاومتش بیخی استاندارد است ان شاء الله تعالی. موترهای خرد و کلان هر موتری که باشه باردار یا خالی باشه میتونه اثرش به راحتی سپری گذر کنه، هیچ مشکل نیست. و ما بسیار خوشحال هستیم از اینکه با وطن خود خدمت میکنیم، با وطن خود خانه خود جور میکنیم. وطن مشترک همه ما و شما. لالا بسیار زیاد راضی هستیم از این پل دیگه. خیلی به مردم یک سهولت، یک خیلی خوب، یک کاربار، یک زندگی شده کلا. و حالا دیگه می رفت آمدش خیلی خوب میشه نسبت به برچی. اینجا با ما نزدیک شده می سرک چاره قنبر. سلام، من عبدالمتین پویا هستم، مسئول بخش پل شرکت ساختمانی 77. ساخت از این پل اصلا به دو بخش تقسیم شده که یک بخش دوستای بخش شاروالی کابل کار کردن و مطابق تولید گادرها و نصبش که است، انتقال و نصبش به قرارداد داده شده به ما. قرارداد از تقریبا در حدود 1.5 ماه قبل با ما امضا شد و ما مستقیما تولید گادرها را شروع کردیم و گادرها را در مدت 12 روز تکمیل کردیم تولیدش. بعد از اون مرحله کیورینگ یا زمانی که این مقاومت خود بگیره برای از او کانکریت یک مدت زمان نیاز داره به خاطر گرفتن مقاومت از او سپری شد و بالاخره آوردیم نصبش شروع کردیم. یعنی از شروع قرارداد تا امروز تقریبا در حدود 40 روز میشه. ان شاء الله تا 5 روز دیگه کار ما دیگه تکمیل میشه. ما میریم گادرها را نصب میکنیم و مطابقش بازم دوستایی که بیشتر اینجا بودن از بخش شاروالی محترم کابل، اونا باز مطابقی کاری که عبارت از سیخ بندی و ریخت کانکریت سلب است اونا پیشخواد بردن. این پل شما میبینین بالای سرک اتصالی کمپانی دشت برچی هست. این سرک از دشت برچی شروع شده و در سرک کمپانی وصل میشه و فکر میکنم که ادامه هم داره نظر به پلان شاروالی محترم کابل که اصل هدف این است که لود ترافیک از بالای شهر کم شود و بیشتر کسایی که به این سمت میخواین روان هستند تا اینکه برون از اون طرف و قدر مسیر دور و دراز طول بکشن و بالاخره در گیر و بار هم بانن، از طرف کوتاه‌تر به هدف خود برسن. طول پل 21.5 متر است. همین طول ابی گادرها 21.5 متر است، یعنی 21 متر و 60 سانتی خود پل میشه. 10 سانتی دیگه هم به خاطر جاینتش گذاشته میشه. عرض از پل دو دانه پل شما پل در پلو میبینید، هر کدامش 8 متر و 80 سانتی است از بیرون تا بیرون.
اینطور بگوییم که برای تولید گادرهای پیش ساخته که در فابریکه تولید میشه هنوز هم متاسفانه که امکانات زیادی در کشور ما وجود نداره. اولین فابریکه است که ما در دسب ساختیم، در اونجا گادرها را تولید میکنیم با بسیار کیفیت خوب، با بسیار مراقبت بسیار خوب در فابریکه صورت گرفته میتونه. هم قسمی که شما میدانین اگر ما در اینجا در روی ساحه ایرا را رخت بکنیم با او کیفیتی که در فابریکه میتونیم، با او امکاناتی که در فابریکه موجود است در اینجا نیست، و قدر دسترسی نداریم و کیفیتش به او اندازه شاید خوبتر نباشه. ولی اینا را ما در اینجا یک فابریکه نو ایجاد کردیم، در اونجا تولیدش میکنیم، در اونجا مراقبتش میکنیم، زمانش که بوره شد انتقال میتیم در اینجا نصبش میکنیم. مجموعاً 28 نفر تا کارگر و انجینر و درایور، مجموعاً 28 نفر در پروژه مصروف کار بوده برای این مدتی که قرارداد ما داریم. والله این خو از هر شهروند ما و شما را احساس خوشحالی به این میکنه که کشورش جور میشه. ما هنوز بیشتر احساس خوشحالی میکنیم که مستر خدمت هم میشیم. درست است که یک بخش از وظیفه، اگر یک بخشی از هدف ما اگر درآمد باشه، یک بخش مهمتری از او عبارت از خدمتگزاری به مردم است که یک چیز بسیار نیک است. ما بسیار خوشحال هستیم که در کشور خود با این امکانات داریم، اینجا کار میکنیم و همچنین زمینه کار برای دیگران کوشش میکنیم که ایجاد شود. این احساس خوشحالی بسیار خوبی هست برای هر شهروند از کشور. باشنده دشت برچی هستم. این سرک بین جاده شهید مزاری سرک کمپانیه که اینمی پول بخیر جور شود. دیگه سرک جور شده، پولم که جور شود بسیار مشکلات مردم رفت میشه. از نگاه چیز رابندی پول سوخته و کجا همین مردم های دشت برچی که طرف گردنه باغ بالا و این طرف کمپانی کار داشته باشه، از این مسیر بسیار یک مسیر کوتاه و خوب. ما از جور شدن از این سرک و همچنان که بخیر همین پول جور شود بسیار خوش هستیم. دیگه مشکلات زیادتر مشکلات مردم رفت میشه. تلاش کنه، کار کنه. هم از همین سرک ها چندین دانه باید جور شود. تنها در یک دانه خو مشکلات تا جای حل میشه، دیگه 100% نمیشه. یک سرک 20 متر جور شد، یک 20% مشکلات اونجا حل شد، یک 20% اینجا، یک 20% جای دیگه. خود دیگه توکل به خدا، همین تو آستا شاید دیگه شاروالی کار کنه و مشکلات ما حل شود. اسم ما محمد علی، باشنده دشت برچی هستیم. و از سرک که جور میشه خیلی خوشحال هستیم، چون که سرک زیادتر جور شده در نفع مردم است. این سرک که جور میشه 20% مشکلات مردم حل شده. دیگه سرک هم که جور شود در نفع مردم است. این خوش است. باز یا که شاید خانه‌اش در سرک بره ولی باز در نفع مردم است. دیگه شاروالی تقاضا دادیم که از سرک زیادتر جور کنه و کیفیت سرک کوشش کنه خوبتر باشه. خب مردم هم کاریش اینمی هم کاری بود که خانه‌اش رفته و زمینایش رفته، قد شاروالی هم کاری کرده که چیزی من تا شاروالی هم کار کنه که در چیز خانه‌ای از او و هم زمینایش هم یک جای بدیل بده. دیگه کسایی هست که بیچاره اون یک خانه گرفته در سرک رفته، اگه او جای بدیلش نده دیگه برای از اون مشکل است. دیگه هم شاروالی و شهرسازی یک توجه داشته باشد از
قسمتی از خانه‌های مردمم. مردم خوش هستن که مردم خوش هستن. هم کسایی که سرک خانه‌اش در سرک رفتم که او وقتا شاید دیق باشه خانه‌اش رفته، در اصل خوش هستن که سرک زیادتر شه، مشکلات مردم کمتر میشن، رابندی ها کمتر میشه. دیگه مردم خوش هستن. خب مسئول ما در اینجا پلیسکاری است. گادرایش ولدینگ میکنیم، در بغل کتارایش میآید اون ولدینگ میکنیم. اینجا یک 4-5 دانه هم پرسنل ما است که کار میکنه. قطعا خودشان نجار است و یگان اسکواتر کار است، کرین کار است. درته وایم چې بې درکه لکه په دې کاروبار چې دا کوم کارونه کیږي کابل کې بې اندازې خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور دې موږ دا مشکلاتونه حل شي او په دې ډېر خوشحاله یو چې دا یو ډېر غټ سړک ده او مقصد ډېر مشکلاتونه د خلکو حل کیږي.